دنیا بی‌وفا، کوتاه و خیلی ناچیز است. این که انسان به این دنیا برای رفتن می آید و رفتنها گاه با توقع انتظاری و گاه ناگهان است. دنیا عبارت از مال ناچیز است. پیری و ضعف پس از قوتمندی و پهلوانی، فراق و تنهایی پس از همراهی و سرجمی، نام و عنوان و لقب‌های بلند که منتها به سنگ قبر نوشته می شوند، مال و ثروت‌هایی که تقسیم و تلاش می شوند، کرسی و منصب‌هایی که منتها خالی می مانند. خلیفه ابو جعفر منصور به یکی از بزرگان با نام ربیع گفت: ای ربیع، خلافت چه بسا چیزی خوب است اگر مرگ نمی بود. ربیع به او گفت: ای خلیفه، اگر مرگ نبود خلافت به تو نمی رسید. جسدها زیر خاک می روند، بناها ویران و خراب می گردند، مال و جاه و ثروت از بین می رود. تنها آن چیزی که باقی می ماند همان عمل‌هایی است که فرشته در نامه اعمال آن را ثبت می کند. اگر خوب باشد مایه سرور و سعادت است و اگر بد باشد سبب خسارت و هلاکت.